هویت مجازی نام فیلم دیگری از فیلم‌های نظام است که در برنامه این هفته معرفی فیلم به آن می‌پردازیم. متولد 20 دسامبر 1970. سالها در خاورمیانه کار خبری می‌کردم، اما نمی‌دونم از کی و کجا شروع شد. در سکانس ابتدایی فیلم با یک بچه جاسوس تخس مواجه می‌شویم که فریب خورده و چشمانش آبی شده. خاصی که در اختیارم گذاشته می‌شد به جاهای استراتژیکی دسترسی داشته باشم. با زبان فارسی از موقعی آشنا شدم که چند بار به افغانستان سفر کردم و بعد از اینکه به ایران اومدم فارسیم تکمیل شد مثل زبان مادریم. کارگردان برای اینکه مشخص کند یک نفر تا کجا میتواند دشنه جاسوسی و عداوت را در پهلوی جمهوری اسلامی فرو کند، یک سکانس درست کرده که در آن جاسوس ناولا مثل بلبل انگلیسی صحبت می کند. معلوم از طرف انسیت و سیمین می رفته. Hello, are you there? I just arrived. You were told to be more careful. Are you sure nobody pursued you? I think I lost them. This situation is not usual. It seems they have got some clues. Everything must end tonight. But I talked to Craig. I got all of the required documents. We can end everything now. No objections. By the way, you're not in a position to make suggestions. ای کاش مرز دشمنی این یارو فقط به انگلیسی صحبت کردن محدود می شد. اما نامرد در سکانس بعدی پرسنل خدوم و قیون نیروی انتظامی را چنان می اسکلاند که طرف بعد از 2 ماه از پایان فیلم دچار خودکمبینی مزمن شده. چی شده؟ مسافرت اتفاقی افتاده؟ بهت میگم کسی که تو ماشین بود کجاست؟ آقا اونو من توی کوچه پیاده‌اش کردم. یه بسته رو با یه آدرس داد ببرم اونجا. کجا رفت؟ اونهاش دور بزن برو دنبالش. آخر هدف از این جاسوس بازی ها چیست؟ چرا دست از سر کچل جمهوری اسلامی بر نمی دارید؟ مگر خودتان پدر و مادر ندارید؟ تحریم کم بود؟ بازرسی کم بود؟ دیگر چه از جان مقام معظم ولایت می خواهید؟ اون دنبال اطلاعات جعلی و ظاهرا طبقه بندی شده ای که میخواد از طریق اون ثابت کنه ما داریم تحریما رو دور میزنیم. ای نامردها، فکر اینجا گشت را نکرده بودیم. خودشان ما را تحریم می کنند، خودشان بازرسی می کنند، خودشان هم جاسوس می فرستند. دیگر خودشان چه کار می کنند؟ وای عجب روزگار نامردیه. جاسوس به جاسوس رحم نمی کنه. هنوز 20 دقیقه از فیلم نگذشته جاسوسه رو کشتن. اما این بار اقتدار جمهوری اسلامی جاسوس را از دستان اسرائیل بیرون کشیده و او را جهت اعتراف گیری به یک مصاحبه تلویزیونی دعوت می کند. اون هم کجا؟ تلویزیون خارجکی. I'm here to say that you cannot create or destroy everything with a number of headlines. You cannot ignore a man. I am alive, but I don't belong to where I was born and grew up. I wish I had a country. دومینوی دستگیری ها آغاز می شود و نیروی انتظامی همینطور چپ و راست
جاسوس خارجکی وطن فروش است که دستگیر می کند و می دهدشان دم برق. What are you doing? Don't push, man. Let me. I don't want to talk. I am a lawyer. کسی که 6 ماه از سال از 20 سالگی ایران بوده حتما بلد فارسی حرف بزنه. بشین. I don't understand you. You understand very well. Understand very well. به این میگن لهجه دشمن شکن. با همین یک کلمه از زبان نیروی انتظامی دشمن زبون مادریش رو فراموش کرد و به زبون فارسی مقر اومد. از ماشینم چی میشه؟ نگران ماشینت نباش، بچه‌ها میارنش. این فقط یک چشمه از توانمندی‌های سربازان گمنام وزارت اطلاعات بود. ببینید طرف با یک خودکار فشاری چه می‌کند. دیدید؟ به جان خودم تو مدرسه ما رو بیشتر از این شکنجه میکردن. لااقل خودکار رو لای انگشتمون میذاشتن. اما برادران اطلاعات به جای اینکه متهم را شکنجه کنند خودکار را شکنجه میکنند. ولی آخر کار خود متهم وجدان درد گرفته و سیر تا پیاز قضیه را میگوید. بسه دیوونم کردی بسه حالا شاید سوالتان بشود که این خانمه که بود، چه کرد و چرا به این روز افتاد. بابا این زنه میخواست جاسوسه رو بکشه، افتاد تو قندون. جان من همه رو ول کنید، این صحنه رو بستوکید. ببینید حتی اگه پرستار هم باشی 60 برادرای اطلاعات خبردار میشه و میگیرنت. وقتی که برای اولین بار توی فیلم دوربینای راهنمایی رانندگی توی صحنه تصادف کالاهان دیدمتون، میدونستم اگر بفهمید که زنده است دوباره برمیگردی. منتظرت بودم. آقا ما نفهمیدیم این فیلم بالاخره چی میخواست بگه. تبلیغ خودکار بود، تبلیغ جاسوس بود، تبلیغ راهنما واسه دور زدن بود. بالاخره چی بود؟ اینجاست که کارگردان در یک ریاکشن تاریخی و یک تقارن میمون حرفهای مقام عظمای ولایت را در دهان خارجی ها به ودیعه میگذارد تا علیه دولت های خودشان داد سخن بدهند. تو جنگ اول عراق این بلا سرم اومد. نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. اگه قرار بود پاهامو ازم بگیرم بهتر بود منو میکشتم. این است پیام جمهوری اسلامی که قلب اروپا و آمریکا را فتح کرده است. باور ندارید؟ به چشم خود ببینید. ما آمریکایی‌ها راستشو نمیگیم، در واقع سیاه‌کاری میکنیم. من مدت‌ها در کویت کار کردم، حدود 2 سال، و اونجا بود که فهمیدم ما آمریکایی‌ها به خاطر منافعمون تو امور کشورها دخالت میکنیم. ایران کشوری بسیار متفاوت با دنیای ماست. من از آنجا بود که دیگر طاقت ندارم و این صحنه را یک بار دیدم که برای 7 جد و آبادم کافی است. شما را تنها میگذارم
و با هویتی مجازی به محلی نامعلوم میروم.